حتما نقاب همراه باید همه وقت باشد، هم اعضای عائله در جای کار در محل. حالا دوستا که از مرکز پنجشنبه دیده ایستادیم، کل مردم درک نکردن که این بیماری وجود دارد. گروهی 15 نفره زنان فعال ولایتی سوق در موضع ریگستان بازار پنجشنبه کارهای تشویقاتی و ترغیباتی گذرانیده و ساکنان ورقه‌های اطلاعاتی عایدی پیشگیری از بیماری سرایتی کرونا ویروس تقسیم کردند. این گروه از جانب ریاستی کاربازان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایتی سوق تأسیس داده شده، همه روزه در موضع‌های سراحالی شهر با ساکنان کارهای فهماندهی می‌گذرانند. هنگام رید مسئولین در ریگستان بازار پنجشنبه اکثریت ساکنان و فروشندگان به نقاب گشت و گذار می‌کردند. به همه آنها ورقه‌های اطلاعاتی تقسیم کرده شده. تاکید گردید که در کوچه‌ها حتما از نقاب محافظتی استفاده کنند، زیرا استفاده نقاب آنها را از سرایت‌یابی به بیماری کووید 19 محافظت می‌کند. با هر یک شهروندی که صحبت میکنیم، یعنی با دادن ورقه‌های ترغیباتی و همچنین با همین با خود داشتن و کردن نقاب‌های محافظوی. البته مردم من فکر میکنم که به خوبی درک کرده ایستادن از نوع آن هوشیاری زیرکی برای پیشگیری نمودن بیماری. باوری داریم که آنها حتما آن را رعایت میکنند و ما امروز نه تنها در همین مرکزهای بازارها و حتی در باغ‌های استراحتی فراغتی با همین ماشین‌هایی که مسافرکش هستند، یعنی نقلیاتی نیست، چنین صحبت‌ها رو ادامه داده ایستاده‌ایم. در ولایت سوخت برای پیشگیری و پهن نشدن بیماری سرایتی کرونا ویروس استادی ولایتی تأسیس داده شده است. این گروه نه تنها در موضع‌های سراحالی مرکزی شهر، اینچنین در 18 شهر و نواحی سوخت با ساکنان صحبت و واخوری‌ها گذرانیده کارهای ترغیباتی را به راه ماندند. مسئولین گفتند که روزهای اولی کار ایستاد ساکنان زیاد در کوچه به نقاب گشت و گذار می‌کردند. حالا دوام یک هفته فعالیت کاری و پرزور کردن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی بین اهالی این حالت تا جای به تنظیم درآمده است. ما به راننده‌های مسافرکشان مراجعت کرده گفتیم که اول خودتان ماسکتان کتون و با آن شخصانی که به داخل ماشین بر داخل مثلا автомашинаهای نقلیاتیشان وارد میشوند البته گویند که با ماسک شینند، چون که اساسا با همونجا بسیارتر محیطی اونجا که محدود است در آنجا خفعی ضرر گردیدنی شخص میشود. برای همین البته در اینجا موضوعات تقسیماتی واکر دادیم ساکنان و این باید که همین کسی را پیشگیری کرده تواند. البته ما کوشش کرده ایستادیم. گروهی 15 نفره زنان به جز از گذرانیدن کارهای فهماندهی با فروشندگان و ساکنان موضع ریگستان بازار پنجشنبه، اینچنین به رانندگان نقلیات‌های مسافرکشانی نیز ورقه‌های اطلاعاتی تقسیم کردند. هر یک راننده آگاه کرده شد که حتما از نقاب محافظتی استفاده کند و مسافران را نیز به نقاب به داخل میکرواتوبوس راه ندهد. این کارها با مقصد پیشگیری از بیماری سرایتی کووید 19 که حالا در ولایت سوق نیز دوباره اوج گرفته ایستاده است عملی کرده می شود. هنگام صحبت با ساکنان قسمی از آنها گفتند که استفاده نقاب در هوای گرم و کلانسالان تا جای دشوار است، زیرا با نقاب نفس کشیدن دشوار است، ولی در هر صورت به آنها توصیه داده شد که تنها هنگامی به کوچه برآمدن و نقلیات مسافرکشانی سوار شدن و در موضع‌های سراحالی گشت و گذار کردن از نقاب استفاده کنند. ماسک نکرده گشتید از این بیماری‌ها نمی‌ترسید؟ ماسک نسکو این هستکو نفسم رس میشه، نفس گیر میشم. نه حاضر شرایط انچه اکن کسال اکن برآمدگی میشنویم، خیلی اینترنت های هم ایکلاسیم با خواهش داشتیم هم بی ماسک گشتن ممکن نیکن. شرایط واضحی انچه منم شش برآمدگی من به اقدام معلوم نیست ماسک کرد میگردم. تشکیل کارهای تشویقاتی و ترغیباتی از جانب استادی ولایتی برای پیشگیری بیماری سرایتی کرونا ویروس همه روزه صبحی بروقت و بیگاهی در موضع‌های سراحالی شهریانه، بازار و مرکزهای سودا، باغ‌های استراحتی و ایستگاه‌های نقلیاتی مسافرکشانی به راه مانده می شود. هدف پیشگیری از پهن‌شوی بیماری کووید 19 بین اهالی محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.